دوستان خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره در مورد تمدن باستانی ارته یا آراتا صحبت کنیم. در متون کهن تاریخی ایران دارای دو ایالت انشان و آراته که بر اساس تحقیقات باستانشناسان و آثار به دست اومده، انشان همون فارس کنونیه، اما اینکه آرت کجاست سالها محل بحث باستانشناسانه. تا اینکه سرانجام حدود 25 سال پیش دکتر مجیدزاده باستانشناس ایرانی که همکنون هم سرپرست هیئت حفاری باستانشناسی در جیرفت نظریه‌هایی رو مطرح کرد که بر اساس اون جیرفت کنونی پایتخت حکومت آرت بوده و البته این نظریه تا کنون نه تنها مخالفی پیدا نکرده بلکه با توجه به آثار به دست اومده از اون تقریبا قطعی شده. دکتر مجیدزاده در این باره میگه طبق متون 4600 سال پیش آرت سرزمینی بود که دارای معماری و هنر بسیار بالایی بود، تا اونجایی که شاهان بین النهرین از پادشاه آرت درخواست هنرمند و معمار داشتن. مجموعه این هم نشان از غنی بودن این محوطه تاریخی داره، طوری که تاکنون خاستگاه تمدن بشری رو بین النهرین که جنوب عراق میشه میدونستن، اما همکنون میشه فکر کرد که کرمان یا جیرفت هم میتونه خاستگاه تمدن بشری باشه. حوزه فرهنگی هلیرود در اوایل 1003 قبل از میلاد یکی از بزرگترین مراکز صنعتی تجاری شرق باستان بوده که در زمینه تولید و صدور کالاهای ساخته شده مثل انواع سنگ و صابون، مرمر و غیره که به سایر مراکز تمدنی منطقه جمله بین النهرین فعالیت داشته صادر می‌کرد. به گفته دکتر مجیدزاده از آثاری که باقی مونده میشه به دو تپه بزرگ در منطقه اشاره کرد. از جاهایی که از جیرفت به سمت کهنوج میرین در 30 کیلومتری جیرفت روستایی به نام کنار صندل قرار داره که در اون دو تپه الف و ب وجود داره که حفاری ها از اونجا آغاز شده. حفاری در دو تپه در روستای کنار صندل منجر به پیدا شدن شهری بسیار بزرگ به مرکزیت تپه کنار صندل الف به عنوان حاکم نشین شده و نیز یک سازه خشتی حفاری در دو تپه در روستای کنار صندل منجر به پیدا شدن شهری بسیار بزرگ شد. داستان حماسه‌ای به نام انمرکار و فرمانروای آرت که بر لوحی 4 گوش و ابعاد تقریبا 5 در 5 سانتی متر در اوایل 1002 قمری به نگارش در اومده و به وضوح نشانگر حضور تاریخی این تمدن در جیرفته. داستان که متن بالغ بر 600 سطر به خط میخی و به زبان سومری از این قراری که انمرکار پادشاه اوروک در بین النهرین به منظور دستیابی به مقادیری از سنگ‌های گرانبها نماینده از جانب خودش به حضور فرمانروای پادشاهی آرت روانه میکنه. آرت پادشاهی دیگری در ایران بود که اون را 7 رشته‌کو از پادشاه‌های اوروک جدا میساخت و راه یافتن به اون بسیار مشکل بود. آرت شهری خوشبخت بود و معادن فراوان فلز و سنگ داشت، حالون که سرزمین پس و جلگه‌های بین النهرین فاقد این مواد بود و به شدت به اون نیازمند بود. بنابراین انمرکار چشم طمع به آرت و ثروت اون دوخته بود. در به این تصمیم انمرکار دست به دامن خواهر خودش عیناً الهه نیرومند و حامی شهر اوروک شده بود و از اون میخواد که مردم آرت رو وادار کنه به منظور تعظیم معابد و نمازخانه های متعدد به ویژه معبد آبزو یعنی معبد دریا برای اون طلا و نقره و سنگ لاجورد و دیگر سنگ های گرانبها بیارن. سرانجام در پایان داستان فرمانروای آرت با درخواست پادشاه اوروک موافقت میکنه و مردم آرت به اوروک طلا و نقره و لاجورد میاره و اونها رو در صحن مقدس معبد اینن بر روی هم انباشته میکنن. این لوح بازگو کننده نخستین باری که فرمانروایی برای اون که کلمه ای از پیامش برای فرمانروای سرزمین دیگری ناگفته نمونه و تحریف نشه اون رو به صورت مکتوب ارسال میکنه. این داستان حماسی نشون میده در دوران سلسله قدیم فرمانروایان بین النهرین از وجود این پادشاهی و معادن و سنگ‌ها و فلزهای قیمتی اون آگاهی و شناخت کامل داشتن و آرت در 1002 و 3 قبل از میلاد پادشاهی نیرومند بوده. همچنین از این متون چنین برمیاد که صنعتگران و هنرمندان آرت حداقل در طی 1003 قبل از میلاد از شهرت چشمگیری برخوردار بودند و فرمانروایان دولت شهرها و پادشاهی های بین النهرین از اونها و هنرشون شناخته کاملی داشتن. محوطه‌های باستانی حاشیه رودخانه هلیرود از مهمترین سکونتگاه‌های بشر محسوب میشه.
در جریان کاوش‌های باستان شناسی و حفاری گورا در این محوطه نمونه‌های بسیاری از آثار سنگی و سفالی 1000 سوم پیش از میلاد به دست اومد. شهر مردگان جیرفت چند برابر استقرارگاه‌های ساکنان 1000 ساله این منطقه وسعت داره. باستان شناسان هنوز دلیلی برای وسعت گورستان‌ها در برابر مناطق مسکونی جیرفت نیافتند. اونا تاکنون حدود 60 محوطه باستانی و 25 محوطه استقرارگاهی در جیرفت به دست آوردند. داوود آبیان سرپرست هیئت بررسی و شناسای حوزه تمدن هلیل رود در مورد یافته‌های اخیر خودش در شهر مردگان جیرفت میگه که در جریان بررسی‌های باستان شناسان که از 2 سال پیش برای شناسایی در محوطه در شهرستان‌های کهنوج، جیرفت و عنبرآباد آغاز شده، بیش از 95 محوطه متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد شناسایی شده که 60 محوطه اون گورستانه. گورستان‌های جیرفت و حاشیه هلیل رود که تاکنون هیچ گونه کاوش علمی در اون انجام نشده، حفاری‌های غیر مجاز گسترده و کشف هزاران قطعه شیء سنگی که در حراجی‌های بزرگ دنیا به فروش میرسه، از شهرت جهانی برخورداره. مردم باستان با توجه به اعتقاد به زندگی بعد از مرگ همراه مردگان خودشون اشیای باستانی رو دفن می‌کردن. به همین دلیل گورستان‌های تاریخی همیشه بیشترین اشیای باستانی رو در خودش جای داده. آبیان با اشاره به اینکه هر گورستان حاشیه هلیل رود به طور متوسط 600 متر در 400 متر وسعت داره، گفت با توجه به اینکه هنوز در گورستان‌های هلیل رود هیچ گونه کاوشی صورت نگرفته، هنوز نمیشه آماری از جمعیت این منطقه در 5000 سال پیش ارائه داد، اما تعداد و وسعت گورستان‌ها نشان در حضور جمعیتی بسیار زیاد در این منطقه داره. کشف 60 محوطه گورستانی در مقابل 25 محوطه مسکونی کارشناسان رو به این فکر واداشته که این جمعیت بسیار زیاد در کدوم محوطه سکونت داشته و استقرارگاه‌های این ساکنان کجاست. آبیان در این باره میگه طی چند سال گذشته بخشی از این منطقه و تپه‌های باستانی توسط کشاورزان تسطیح شده و به احتمال زیاد بسیاری از محوطه‌ها تخریب شدن. همچنین ممکنه بسیاری از استقرارگاه‌های این منطقه همکنون زیر زمین‌های کشاورزی دفن شده باشه. یکی از مهمترین آثار به دست اومده یک ساز زیگورات ماننده که متعلق به نیمه اول هزاره سوم قبل از میلاده. زیگورات کلمه بین النهرینیه که به سازه‌های طبقه خشتی با کاربری مذهبی گفته میشه. زیگورات کشف شده در جیرفت حدود 700 سال از کهن‌ترین زیگورات کشف شده در بین النهرین قدیمی تر. یوسف مجیدزاده سرپرست گروه کاوش در جیرفت در مورد ادامه کاوش‌ها در زیگورات میگه که در جریان 2 فصل گذشته کاوش در این محوطه باستان شناسان تونستن بخش‌هایی از این سازه رو از زیر خاک بیرون بیارن، اما هنوز شکل کلی این بنا و ورودی‌ها یا خروجی‌های اون مشخص نیست. این زیگورات رو باید جزء زیگورات‌های قدیمی‌تر از بین النهرین در نظر گرفت، چون در کاوش‌های باستانشناسی در این سازه به دنبال پیدا کردن شواهدی تا نشون بده که حتی زیگورات‌های بعدی هم از روی این سازه‌ها ساخته شده. ساز زیگورات مانند کشف شده در جیرفت 170 متر ارتفاع و در ساخت اون از 4 تا 5 میلیون قطعه خشت استفاده شده. خط کشف شده در محوطه تاریخی جیرفت که به بهشت گم شده باستانشناسان ملقب شده، متعلق به 2500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیحه. همزمان با اختراع خط در بین النهرین، باستانشناسان موفق شدند در ترانشه 5 قسمتی از محوطه تاریخی که کنار صندل در 30 کیلومتری شهر تاریخی جیرفت اثر یک مهر 2 در 3 سانتی متری رو که روی اون آثار خط به صورت عمودی افقی دیده میشه کشف کنند. و با توجه به اهمیت بسیار خط در روشن شدن مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیره و شکوه این منطقه در 5000 سال پیش خط کشف شده در جیرفت در اختیار خطشناسان بزرگ جهان در دانشگاه‌های سوربن، پنسیلوانیا، شیکاگو، هاروارد و دیگر دانشگاه بزرگ جهان قرار گرفته. و اونم با بیان اینکه خط کشف شده یه خط کاملا جدیده که از هیچ خط دیگری تأثیر نگرفته، گفت خط کشف شده در جیرفت با توجه به جدید بودن اون به چیزی حدود 40 سال زمان برای خونده شدن توسط کارشناسان مختلف دنیا نیاز داره. و همچنین برای نخستین باری که در شرق ایران آثار خط کشف میشه و با توجه به اینکه خط کشف شده همزمان با اختراع خط در بین النهرین اولین خاستگاه تمدن بشری نبوده، نشون میده همزمان با اون تمدن‌های دیگری هم حضور داشتن.
دکتر هالی پیتمن استاد دانشگاه پنسیلوانیا در مورد اهمیت کشف خط در جیروف گفته که خط کشف شده در جیروف شباهتی به هیچ یک از خطوط کشف شده تا کنون نداره و با توجه به جدید بودن و هم دوره‌های اون با اختراع خط در سومر نشون میده که ما در جیروف با تمدنی روبرویم که میتونه با نخستین تمدن بشری برابری کنه و ممکنه در کاوش‌های آینده مسیر تمدن بشری رو تغییر بده. همچنین بررسی استخوان‌های حیوانات به دست اومده در محوطه‌های تاریخی جیروف نشون داده که ساکنان جیروف در 5000 سال پیش از گوشت حیوانات اهلی به عنوان پروتئین غذایی استفاده می‌کردند. مرجان مشکور استاد دانشگاه سوربن فرانسه و یکی از استخوان‌شناسای جهان در بررسی استخوان‌ها گفته که در بررسی در محوطه تاریخی جیروف آثار حیوانات اهلی مثل گاو و گوسفند و بز در میان محوطه تاریخی در مقایسه با استخوان‌های حیواناتی مثل نظیر آهو و گورخر و خرگوش نشون میده که ساکنان جیروف از گوشت این حیوانات به عنوان پروتئین اصلی خودشون استفاده می‌کردن. و به دست اومدن استخوان حیوانات وحشی نظیر آهو، گراز، گورخر و پرندگان در محوطه تاریخی نشون میده که این منطقه از نظر اکوسیستم در 5000 سال پیش دارای آب و هوای بسیار مناسبی برای زندگی حیوانات وحشی هم بوده و احتمالاً در اون فضاهای طبیعی و سبز زیادی وجود داشته. اما طی بررسی‌هایی که انجام دادن یک سری مجسمه‌های با سر حیوانات یا ترکیب انسان و حیوان پیدا شده که طبق این آثار باستانی که در همه جای جهان پیدا میشه، وقتی میخوان یک موجود برتر و یا حتی خدا رو نشون بدن همیشه اون رو ترکیبی از انسان با حیوان، یعنی موجودی که برتر از انسانه رو نشون میدن. اینکه چرا سازنده‌های این اشیاء از تصویر فلان حیوان استفاده می‌کرده و برای مثال شکار شکل جانور دیگری رو نقش نکرده از اهمیت زیادی برخورداره، چرا که بدون شک هنرمندان دنیای باستان دلایل خاصی برای به تصویر کشیدن این جانوران و گیاهان داشتن. یک مسئله جالب دیگه که ارزش بسیار داره قدرت تخیل این مردمه که فراتر از انتظار ظاهر شده. این قدرت تخیل که ظاهرا در بین تمام افراد این جامعه وجود داشته و از همین رو من اون رو قدرت تخیل جمعی میدونم، به خلق و ظهور موجوداتی نظیر انسان‌های شاخدار، عقاب‌های دوسر و یا موجودات ترکیبی از انسان و یک جانور دیگه مثل گاو نر، شیر و یا عقاب منجر شده. در حقیقت باید اعتراف کنیم که انسان‌های باستانی این ناحیه به خاطر نحوه شکل‌گیری و روند تکامل فکری خودشون متخصصان بسیاری از جمله معماران، باستانشناسان با تخصص‌های گوناگون و دیگر کارشناسان مربوطه رو شگفت زده کردن. مرسی دوستان تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ممنون از نگاه گرمتون. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.